از سخنان مردم امان نیست. انسان هر جایی باشد، به هر سطح زندگی برسد، چه عالم باشد یا جاهل، یا رئیس باشد یا کارگر، مشهور باشد یا عادی، صالح باشد یا فاسد، یا اینکه زیبا باشد یا که زشت، بلند قد باشد یا که کوتاه قد، یا که ثروتمند باشد یا کم بغل، از سخنان مردم در امان نمیماند. این طبیعت زندگی است. مردم همیشه میگویند، تعریف میکنند یا تنقید، ستایش میکنند یا مذمت، لیکن هرگز به گپ مردم زندگی خود را بستن لازم نیست. حتی خداوند که آفرینده آسمان ها و زمین است، بندگان ناآشنا و جاهل با خداوند نیز حرفهای نادرست میگویند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بهترین انسان، کاملترین انسان در عقل، زیباترین انسان در اخلاق و مکملترین انسان آفریده باشد، هم از طعن و گپ مردم در امان نموند. خداوند می‌فرماید ما می‌دانیم که از گپ‌های مردم دلت تنگ می‌گردد. این آیت نشانه است که حتی دل‌های بزرگ نیز به گپ مردم می‌تند، اما فرق در آن است که آنها صبر می‌کردند، با عقل مناسبت می‌نمودند، حرف مردم راه بلد زندگی نمی‌گرفتند. از سخن مردم هرگز در امان نیستیم. مهم نیست مردم چی میگویند، مهم آن است که تو در نزد خدا چگونه هستی. گوش کن، بفهم، ولی دلت نگیرد. جواب ده، ولی با اخلاق و با عقلانه. حقیقت زندگی این است. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از گپ مردم خلاص نبود، پس ما انسان‌های عادی چگونه میتوانیم از آن گریزیم؟ صبر و تکیه به خداوند کلید راحت دل است.